اینا آدمایی هستن که با بدنشون رکورد جهانی دارن. بیشترین وزن یه انسان مال یک نفریه به نام خالدین محسن از عربستان که حدود 610 کیلوگرم وزن داشته. پادشاه عربستان بهش دستور داد که بره بیمارستان و عمل بایپاس معده انجام بده و اینکه یه رژیم غذایی داشته باشه و فیزیوتراپی هم انجام بده. همه اینها برای اون شخص رایگان بود و تا سال 2017 تقریبا 542 کیلوگرم وزن کم کرده و الان به 60. این یه تحول باور نکردنیه. بلندترین پای جهان، رکوردی که همه رو شوکه کرد. پاهایی به طول 134 سانتی متر که یه شگفتی بزرگی در جهان و این خیلی شگفت انگیزه و باور نکردنیه. وقتی این رکورد اعلام شد همه حیرت زده شدن، چون اصلا انتظار همچین پاهای بلندی رو نه. زندگی با این پاهای بلند خیلی سخته واقعا. هر قدمش یه چالشه، اما اون با مهارت خاصی که داره این چالش ها رو پشت سر گذاشته. این کفشایی که دست منه، اگه گفتین مال کیه، این کفشا مال سلطان کوسنه که به اندازه 36.5 سانتی متر قد هر یک دونه کفششه. جالبه نه؟ باور کنی یا نکنی سلطان کوسن بزرگترین کف پای جهانو داره و این خیلی شگفت انگیزه. این رکورد تو گینس ثبت شد و کفاش های خیلی زیادی دوست داشتن که برای این فرد یک کفش خاص و بی‌نظیری طراحی کنن. واقعا باور نکردنیه. یه نفری گفته میت از انگلیس یه قسمتی از بدنش 36 سانتی متره و چیزی که واقعا تصورش واقعا سخته و حتما باید لباسهای گشادی بپوشه.